Hello beautiful people. I am شادی. میریم برای درس امروز. امروز میخوایم یاد بگیریم که اگر خدای نکرده God forbid یعنی خدای نکرده مجبور به دکتر داشته باشیم یا دردی تو بدنمون باشه که بخوایم بیان کنیم باید چی کار کنیم. لطفا مثل همیشه عبارات رو 3 بار با من تکرار کنیم. Please repeat after me 3 times. Thank you. خب اولین چیزی که ما وقتی یک کسی رو میبینیم که حالش خوش نیست یا به نظر میاد که حالش خوب نیست ازش سوال میکنیم What's the matter? Or What's the matter with you? یعنی مشکل چیه؟ انگار که متوجه میشیم یک کسی یک مشکلی داره. و دکتر هم که میریم اولین سوالی که دکتر ازمون میکنه همینه What's the matter with you? یعنی مشکل چیه؟ چی داره اذیتت میکنه؟ خب ما وقتی که مریض میشیم و میخوایم اینو به کسی بگیم 2 تا حالت داره. یا میتونیم بگیم I don't feel good. حالم خوب نیست. I don't feel good. حالم خوب نیست. I don't feel good. حالم خوب نیست. Or I feel sick. احساس مریضی میکنم. I feel sick. احساس مریضی میکنم. I feel sick. احساس مریضی میکنم. حالا مثلا ما سردرد داریم. میگیم headache یعنی سردرد. حالا میخوام بگیم سردرد دارم. I have a headache. سردرد. کلمه ache یعنی درد یا pain باز یعنی درد. حالا تو استفاده های مختلفی که میکنم متوجه میشین که کجا pain رو میگیم pain درد ache درد. حالا کجا استفاده میکنیم headache سردرد headache سردرد headache سردرد toothache دندون درد toothache دندون درد toothache دندون درد. سرما خوردیم. I have got a cold. سرما خوردم. Or I have a cold. بازم یعنی سرما خوردم. I have got a cold. سرما خوردم. I have got a cold. سرما خوردم. I have a cold. باز یعنی سرما خوردم. خب حالا شاید ما یک دردی توی شونمون داریم. میخوایم به دکتر بگیم. میگیم I have pain in my shoulders. من تو شونه هام درد دارم. I have pain in my shoulders. توی شونه هام درد دارم. خب حالا درد ممکنه تو ناحیه شکم باشه. Stomach ache. شکم درد. Stomach ache. شکم درد. Stomach ache. شکم درد. شاید تو پشتم کمرم درد دارم. Back ache. کمر درد. Back ache. کمر درد. Back ache. کمر درد. یه طور دیگه هم میتونم اینو بگم I have pain in my back. من تو پشتم درد دارم. I have pain in my back. من پشت کمرم درد دارم. I have pain in my back. پشت کمرم درد دارم. کاف سرفه کردن. کاف سرفه کردن. کاف سرفه کردن. حالا آنفلانزا flu. I have got a flu. من آنفلانزا دارم. I have got a flu.
من آنفلانزا دارم. Or I have a flu. من آنفلانزا دارم. گلودرد. Sore throat. موقعی که آب دهان را قورت میدیم و درد میگیره. Sore throat. گلودرد. Sore throat. گلودرد. Sore throat. گلودرد. حالا ممکنه دکتر از ما سوال کنه وقتی میخواد درجه بدن رو، میزان تب، temperature، تب، درجه هم همون temperature میشه، توی اینجا به عنوان تب استفاده میشه. temperature، تب داشتن، درجه بالا داشتن. temperature، تب داشتن. حالا ممکنه دکتر از ما سوال کنه که میخواد ببینه که ما مشکلمون چیه. میگه Where do you feel pain؟ کجا احساس درد میکنی؟ Where do you feel pain؟ کجا احساس درد میکنی؟ Where do you feel pain؟ کجا احساس درد میکنی؟ شما در جواب میگین I have pain in my neck. به طور مثال من تو گردنم درد دارم. I have pain in my neck. گردنم درد میکنه. I have pain in my neck. گردنم درد میکنه. حالا میخوایم به دکتر بگیم که یک دردی که یهو تیر میکشه. ما میدونین دردها مختلفه. درد یهو تیر میکشه. میگین I have sharp pain in my neck. یعنی دردی که تیر میکشه. I have sharp pain in my neck. دردی که تیر میکشه. I have sharp pain in my neck. دردی که تیر میکشه. حالا میخوام بگم درد تو پاهام دارم. I have pain in my legs. دقت کنید. I have pain in my legs. من تو پاهام درد دارم. I have pain in my legs. توی پاهام درد دارم. حالا یه وقت یک جایی هستین و مثلا مسافرت رفتین، پس باید اولین و مهمترین سوال این باشه که Can you tell me where is the hospital؟ میشه به من بگین بیمارستان کجاست؟ Can you please tell me where is the hospital؟ میشه لطفاً به من بگین بیمارستان کجاست؟ Can you please tell me where is the hospital؟ میشه لطفاً به من بگین بیمارستان کجاست؟ یا میخوایم به یک کسی بگین که نیاز به دکتر داریم. میگیم I need a doctor. من احتیاج به دکتر دارم. I need a doctor. من احتیاج به دکتر دارم. I need a doctor. من احتیاج به دکتر دارم. حالا یک کسی رو دیدیم میدونیم که اون احتیاج به دکتر داره. ممکنه میگیم She needs a doctor. یعنی اون خانوم احتیاج به دکتر داره. She needs a doctor. اون خانوم احتیاج به دکتر داره. He needs a doctor. اون آقا احتیاج به دکتر داره. حالا توی یک موقعیتی هستیم unfortunately، متاسفانه باید زنگ بزنیم به آمبولانس. پس از یکی کمک میخوایم. میگیم Can you please call the ambulance؟ میشه لطفاً به آمبولانس زنگ بزنیم؟ Can you please call the ambulance؟ میشه لطفاً به آمبولانس زنگ بزنیم؟ Can you please call an ambulance؟ میشه لطفاً به آمبولانس زنگ بزنیم؟ پس یه مرور سریع میکنیم. برای درد pain or ache، headache، سردرد، toothache، دندان درد، cough، سرفه کردن، sore throat، گلویی که آب دهن رو قورت میدیم درد میگیره، sore throat، or backache، کمر درد، or I have pain in my back، I have pain in my shoulder.
امیدوارم که هیچ وقت کارتون به دکتر نرسه، هیچ وقت احتیاج به دکتر نداشته باشین. ممنونم منو همراهی کردین. Please like and subscribe the video. Until next time, be safe.